خب بچه های اینجا رو داریم کامپیوتر بلوک های پیشینا این انتری مایده کن یا بلوک های نابرما نمیگیم نشانه چند سال پیش برماگه و بنابراین موضوع باید کرد عبدالروبی تازه گریون کنی یعنی کامپیوتر مینی کامپیوتر چوب بودیم ده یکم زدیانی کنار میگیریم نه جودورا نه سنمون جودورا اینجاشتا پیوست میکنیم یک تشه یک قطعی حجرش کنیم بلوک یا شوزی هست کنیم روشا میگیریم مشاک کلاویاتور حجرشتا نمیرسیم اکران رو میگیریم روش میکنیم نه اکران مونم چی دوره سیمچه داره برای پیوست نیش میگیریم کابلش رو نگاه کنیم کابلی که برای با بلوک پیوست کردن دنامی کابلی و بلوک من جودره بچه نگاه کنیم اینا بلوک من اینا جوشون هسته اینه یکم جو اینا دین جو هسته و برای ایتری USB پیوست کنیم داریم وجوده برای فلش باشه اینا رو میگیریم یکمشتا میزیست کنیم اینا اینجا دامون میمونه خواهی اینا پیوست شد اینا برای همون پیوست کنیم خب اینا اکران جای ویجیا داره HDMI داره کابلی ما وزیراشتا HDMI همین رو میگیریم در اینجا پیوستش میکنیم وجوده کنوب داره برای داره کردن آخلاس کابل بای کامپیوتر رو بزنیم میشه اینا از دلیلی که اکران شد اکران رو میگیریم پیوستش میکنیم حتی اگون رازیت کردم میمونه اگر که سوال دارانی باشم ایش چیه گفته این پرویکت یعنی که اکران همون چکار میکنیم میمونیم بلو یعنیده پرستا برای اکران کپیدن نمیسو میکنیم میمونیم اکران میکفه نمیسو اکرانمون بلو یعنیده میستیم هیچ خیلی که ادامه دام اخلاقی خوشم دارم همه طرزی پیوست کنش اول پاوز دامون اکن نه خب اینا bir ama میگیریم بطرق پیوست میکنیم هردشم نه اکرانمون بلوکش گریون شد نه بلوکمون هم گریون شد خب من اکن مشاک هم میگیریم هر طرفش برآورده پیوستش میکنیم با فکر که یا سیستم عملیاتی لینوکس دارن اگر خطا نکنیم خواهی با گریون شد هنکش میکنیم که چیه دار داریم خب اینا مشاکی میشه پیوست کردیم USB C هم داشته پورت USB C شاپیش میکنیم و گفتم سیستم عملیاتی رو اوبونتو یعنی لینوکس خب میشه میگیریم خب این ویدیو برای برای میبینیم خب جانواری سیستم عملیاتی اوبونتو گریون شد خب اکران کاملا کار کن اینا چکل که میبینین سیستم عملیاتی اوبونتو کار داده اومد ایش ویندوز نیست لینوکس سیستم عملیاتی یکی هم با همون مانندی داره اگه اونجایی چی نیست اینا چکل که میبینین اکون با نموش واردگی یا ای طرف منیوشای مثلا باید یه دیزاینی دیگه داشته باشه که بود هرچی با کد داره این کامپیوتر چوی مایده سربلند خانواده باشه